سلام، شما بیننده تازه ترین های این ساعت از یک هستید. یدالله جوونی معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته است که جنگ باید بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد پایان یابد و بازگشایی تنگه هرمز به اجرای تعهدات آمریکا در این تفاهم نامه مشروط است. او تاکید کرده است تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود عمل نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. همزمان در پی حملات اخیر به نفتکش ها در این آبراه رفت و آمد دریایی از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها روز شنبه تنها 5 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کرده و تا حالا هیچ عبوری ثبت نشده است. ماشاءالله. کوشنر فرستاده دونالد ترامپ در امور خاورمیانه امروز برای احیای طرح صلح غزه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. کوشنر که داماد رئیس جمهور آمریکا نیز است قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. نتانیاهو هفته گذشته این طرح را رد کرده بود. این سفر پس از دیدار کم سابقه کوشنر با خلیل الحیه رهبر حماس در مصر انجام می‌شود. گزارش‌ها می‌گویند کوشنر در این دیدار حماس را به پذیرش خل سلاح قابل راست آزمایی ترغیب کرده است. خل سلاح حماس از خواسته‌های اصلی اسرائیل است و این کشور گفته تا تحقق آن نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده اعلام کرده است که نیروهایش مواضع حوثی‌ها را در استان الجوف هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. نیروهای دولت یمن در شبکه ایکس گفتند که تجمعات و مخفیگاه‌های حوثی‌ها را در مناطق مختلف این استان هدف قرار دادند. پیش از این نیز نیروهای دولتی از حملات پهپادی علیه حوثی‌ها در یکی از استان‌ها خبر داده بودند و مدعی شدند که طی 2 روز 181 عملیات علیه مواضع این گروه در چندین استان انجام دادند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که یمن با جدی‌ترین خطر بازگشت به جنگ تمام عیار از زمان برقراری آتش بس در سال 2022 روبرو است. از توجه و همراهیتان به اخبار این ساعت سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.